آزمون کارشناس رسمی دادگستری یکی از آزمون‌های معتبر برای متخصصین به ویژه مهندسین راه ساختمانه که در کنار آزمون‌های نظام مهندسی از اعتبار بالایی برخورداره. این آزمون با توجه به قانون تسهیل به صورت منظم و از طریق دو مرجع مرکز کارشناسان و کانون کارشناسان برگزار میشه. در این آموزش ضمن آشنایی با مفهوم کارشناس رسمی و وظایف آنها با مراکز صدور پروانه و شیوه‌های مطالعه و همچنین قبولی در آزمون آشنا میشید و مهمترین منابع معرفی و نکات مهم اونها ارائه میشه و در نهایت سوالات سنوات گذشته بررسی میشه. این آموزش برای داوطلبین آزمون کارشناس رسمی میتونه به عنوان یکی از منابع جامع و افزایش احتمال قبولی در آزمون باشه. ضمن اینکه نکات حقوقی ارائه شده هم میتونه به عنوان همراهی برای کارشناسان محترم در صورت قبولی در آزمون باشه. علاوه بر ویدیوهای آموزش برای یادگیری بهتر، تمامی اسلایدها هم در اختیار شما قرار گرفته و میتونید در زمان یادگیری نکات مد نظر رو یادداشت کنید. من محمد معمار افتخاری هستم، فعال در زمینه تدریس مباحث مهندسی و مطالب حقوقی مرتبط. امیدوارم این آموزش به شما در موفقیت در آزمون کارشناس رسمی کمک کنه. خیلی خوشحالم که در این آموزش همراه شما هستم. اگر آماده اید هر چه سریعتر یادگیری رو با هم شروع کنیم.